به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز و تماشابینان گرامی، به برنامه بازچی گپ خوش آمدید. حالا همراه برادر بابا جان قیومزاد هستم و مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. خبرهای امروز رو شروع میکنیم از خبر اینکه یکی از کارشناسان مطرح تاجیکستان گفته است که بازداشت محمدی رحمت الله که یکی از مسئولین و رهبران رویه سلفی شناخته می شود، امین شناخته می شود، اون گفته است که بازداشت او بعدی بیرون کردن هنیت است، یعنی حزب نهضت اسلامی بعد از نهضت اسلامی نوبت سلفی ها رسیده است. یعنی در اینجا می بینیم که فریدون هادیزاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید که او در پاکستان و هم در تاجیکستان با محمدی رحمت الله صحبت داشته است. میگوید این شخص چندان باطنا سلفی نبود و به خاطر اهداف بیشتر سیاسی این عقیده را دنبال میکرد. این کارشناس سبب تا حال بازداشت نشدن محمدی را در آن میبیند که ظاهرا حکومت او را در قبال برخی روحانیان و اهنیت استفاده میبود. یعنی حکومت محمدی رحمت الله زاده را به خاطر بعضی اغراض هم مثل ضد هنیت استفاده می بود. وقتی که حزب نهضت اسلامی دور شد نوبت به اینها رسیده است. این نظری مونس نظری فریدون هادیزاده که از کارشناسان کشور هست و واقعا هم ببینیم که بعد بیرون کردن حزب نهضت اسلامی از صحنه سیاست میبینیم که حکومت به یک کتازی و خودکامگی بیشتر دست داده است. حکومت بیشتر در فکری تمرکز قدرت هست، محدود کردن آزادی ها هست و این چیز حتی اونهایی که تا دیروز متفقین و متحدین اونها یعنی خوانده شناخته می شدن، اونها هم می روند امروز زیر فشار. البته مسئولین و وزیران بلند رتبه این کشور همسایه ترکمنستان می آیند به نزد پرزیدنت و اون سلام می‌کنند، یک نوع تعظیم هم میکنند همه به شکل و این رو یعنی یک نوع چی میگویند، یک نوع یعنی خوش آمدگویی از حد و شخصیت پرستی، یعنی از حد و مبالغه آمیز گفتند. به نظر می رسد که با گفتی هم سخن استاد محیدین کبیری، آسیای مرکزی دوباره به موزه دیکتاتورها تبدیل می شود. بله. و فکر میکنم در آینده ما از آسیای مرکزی بله در میتواند اگر مصر را برای اهرام‌هایش بله و دیکتاتوری همچون فرعون میشناسند، شاید در آینده در آسیای مرکزی هم چندین کشورها با دیکتاتورهای معروفش مثل فرعون ما شناخته شوند و شاید آینده اینها که پیرامید ندارند ولی شاید هیکل‌هاشون همچون دیکتاتورهای زمان گذشته برای مردم میراث ماند و واقعا هم دیگر چیزی دیگر از اینها باقی نخواهد ماند، چون اینها برای ملت معمولا دیکتاتور بخصوص در کشور ما اینها برای ملت هیچ کاری نمیکنند، تنها به فکر خانواده و حفظ قدرت هستند، یگان بهبودی دیگر برای ملت آورده نمیتونند. در یک زمانی اگر یک کارهای خوبی هم کردند بله اون رو با این قدرت طلبی ها و با این خودخواهی های افراطیشان دارن از بین میبرن. بله یک کاربر اینترنت به نام لیسیا راگوسکایا از جمله می نویسد البته بسیار چیزها رو می توان باز هم به ویژگی‌های شرق نسبت داد ولی علاقه عصر 21 است. او هم یک آدم عادی است، یعنی اون رئیس جمهوری ترکمنستان یک آدم عادی است. چرا باید به وی تعظیم کنند و چرا با گلدسته ها، یعنی ببینیم که اون وزیران مسئولان ارشدی این کشور با گلدسته ها مثل که یک شاگرد معلم را پیشواز میگیرد، حتی معلم هم این خیل رفتار معامله یعنی سازگار نیست. خب شاید آینده این هم پیشوای ملت میشود، نگران نباشید. ترکمن باشی بله رفت این اومد حالا. بله طاهر شیر محمدی
تحریریه مسائل ترکمنستان و آسیای مرکزی در صحبت با آزادی گفته است شخص پرستی چیزی جدید در ترکمنستان نیست، سیستم همان است، فقط شکلش در عهد بردیمحمدوف در مقایسه با دوران نیازو کمی فرق میکند. بردیمحمدوف بعد رسیدن به قدرت ابتدا یک بخش از آثار شخص پرستی دوران نیازوف رو از بین برد، ولی جای آن رو خیلی زود پرستش خودی او گرفت. یعنی او در اول اظهار میکرد که یعنی مخالفی چنین شخص پرستیت و سفر مراد نیازوف هست، ولی باز آمد خودش جای اونش است. و واقعا هم اینجا میریم مسئله دیکتاتوری یک توضیح. اینجا چند چیز است با خودی طبیعتی پرزیدنت یک نوع ربط دارد. مثلا اسکر اکایف نسبت دیگر پرزیدنت ها اون خودخواهی اینها کمتر بود، مثلا خودی آگاهی ملت ها، مثلا تاجیک ها نسبت ترکمن ها اینها در این مسئله زمینه آزادی خیلی بهتر خوبتر هستند. و دیگر وضعیت جهانی. ببین ما اگر ببینیم حاضر بعضی ها میگویند که این بهار عربی یعنی تقریبا شکست خورد یا که تأثیر خوبی نداشت دیگر، ولی واقعا اگر نگاه کنیم اون دیکتاتورهایی که سالهای 90 60 و 70 و 50 چی کارهایی میکردن تعجب میکند انسان. یعنی ولی این دیکتاتورهای حاضره درست است که میکنن بعدی و اینها، ولی یک خوبی هست که مثلا اینترنت هست، مردم آگاه میشوند. این کاری که رحمان میکند یا که یک نفر دیگر در تاجیکستان علیه مثلا زندانیان میشود، فرداش میبینید این خبر در لندن و در امریکا و در قاهره و در دیگر پایتخت های کشورهای جهان منتشر میشود. ببینید مسئله یک دیکتاتور مربوط به شخصی اینها هم نمی شود، مربوط به ملت ها هم هست. شما تصور کنید، به فکرم گاندی بود میگفت که برای غلامی لازم نیست که گردی غلامان دیوار بکشید، دیوار در قلب اونها هست، اون کافی است. ولی واقعا هم مردم در حدی رفتن که امروز در بخصوص در شرق این تا حدود زمینه برای این چیزا فراهم آوردن. البته اینجا بحثی طولانی دارد، شاید یک موضوع خوب باشد که در این باره بحث کنیم، درباره اینکه عادت‌های شرقیانه و حتی که بعد عادت‌های شرقیانه و همون شخصیت پرستی ها جامعه دینی هم پوشاندن در بعضی وقت‌ها و اینها حتی در خود خانه ها هم وجود دارد. بله. ولی در عموم ما باید ببینیم که مردم ما الکی دیگر خسته شدند از این شخصیت پرستی. درست است مردم ما در یک حد مردم شرقند، مردم مسلمانند، ولی دیگر عصر 21 درک کردند. دیگر اینترنت در خانه ها وارد شده است، ماهواره در خانه های اونها هست، اونها امروز درک میکنند. دیگر مردم غلام نیستند. و من واقعا اون دوستان یادم اومد که یک زمان وقتی که گاندی میخواست که به مردم آزادی بدهند، اینا در هندوستان غالب شد و اون وقت رفتن به افریقا که مردم را از غلامی نجات دهند. در اونجا یک گروه را وقتی که از غلامی آزاد کردن غلامان رفتند و برگشتند آمدن نزد صاحبان خودشون، گفتن که تولا کردن که ما را آزاد نکنید. گفتن برای چی ما را آزادید، شما بروید. گفتن شما اگر ما را آزاد کنید ما از گرسنگی میمیریم. تصور کرده میتونید؟ امروز به مردم ما بعضی ها عین همین رو تلقین میکنند. اگر پیشوای ملت نباشد تاجیکستان از بین میرود. این مگر غیر از اون فکر غلامی چیز دیگری هست؟ عین همون غلامان اندیشه میکنند بعضی ها در تاجیکستان. اگر این فلانی نباشد جنگ میشود، اگر فلانی نباشد ناآرامی میشود. عین همین رو مثل غلام در ذهن مردم جا کردن، مثل همون دوره غلامان در ذهن مردم جا کردن. میگویند که اگر فلانی نباشد، در حالی که اصلا هیچ چیزی به هم نمیخورد. اگر اون نباشد، یک نفر بیاید که به مردم آزادی بدهد، به مردم امکانات بدهد، مردم بتواند با تمام امکاناتی که در تاجیکستان هست رقابت سالم به وجود بیاید، تاجیکستان 10 برابر 100 برابر از این پیشرفت خواهد کرد و رشد خواهد کرد و هیچ ناامنی و جنگ هم در پیش نخواهد بود. چون مثلا اگر واقعیت رو بگیریم، ما مگر با جنگ میخواهیم؟ ما با کی میجنگیم؟ با مردم خودمان؟ ما هرگز جنگ نخواستیم و نمیخواهیم. ما میخواهیم مردم آزاد باشند. ما میخواهیم اگر یک رقابت سالم به وجود بیاید، بگذارید یک نفر چند سال پرزیدنتی کرد، خیلی خوب، کارهای خوبی کرد، شما میگوید خوب کرد، بگذارید خوب کرد، بگذارید اون برود، یک نفر دیگر بیاید، اگر نتوانست باز دوباره این را بیارید.
مانند یک نفر دیگر بیاید نشان بده در برابر اینکه چی کارها کرده میتونه. ناتوانی دیگر رو اول اثبات کنید. اگر کسی سری قدرت اومد دیگر رفتن اون خیلی مشکل است. نه فقط در ایالت، در همه جا، حتی حزب‌ها رو میبینیم، خانه ها را در خانه ها، در سازمان ها، در گروه ها. این مشکل واقعی است. یعنی یک مشکلی ما با یک حکومت نه، مشکل در خود خانه ها هست. مشکل درست است. ببین وقتی که در یک کشور دیکتاتور هست، اونجا خودکامگی هست، مشکل این است که مردم تعاملشون با اون حکومت اونطور می شود. مردم عادت میکنند در خانه خودم اون دیکتاتوریسم را جاری میکنند. درست است. در مثلا اون جای کار میکند همون است، همه جا دیگر ذهنش از اون دیکتاتوره. و اگر کوچک در جایی که مردمی که در زیر سلطه و نفوذ دیکتاتوریسم یا خودکامگی کلان شدن، شما کوچکترین صلاحیت بدید، بله، اون چیکار میکند؟ اون میخواد که همه چیز رو تمرکز کند، ظلم کند، بزند، بشکند. برای چی؟ برای که خودش اون تجربه تلخ را دیدگی است و دیگر عقده هست، عقده هست. ولی وقتی که در یک کشور آزاد یک آدم در یک خانه آزاد کلان می شود، اون را هزار صلاحیت بدی، اون برعکس این را یک معمولی قبول میکند و چیزی اونم اگر بوی که میگیرم میگه بسیار خوب، بیا بگیرش، من از رنگ همین چیز بیزارم. ولی این مشکل واقعا یک مشکل کلان هست. خیلی شما دوستی عزیز گفتید و یک بحثی تحلیلی جدی نیاز دارد. پایه های برق صادراتی تاجیکستان در افغانستان را ترک کردند. یکی در منطقه قندوز و دیگری در منطقه پل خمری. پیشتر بود که در پل خمری، ولی حاضر ثابت شد که در دو جا. یعنی پس اینجا یک عملیات همزمان و با نقشه شده است. ما وقتی که به رسانه‌های افغانستان بخصوص طلوع اینها نظر کردیم، می‌بینیم که در اونجا میگویند که مردم بعد این کابل، ببینید کابل اهالی کم ندارد. بله. میگویند که بعضی چوی غیر رسمی تا 7 میلیون آدم دارد. یعنی خیلی آدم زیاد دارد. میگوید که بعد این وقتی که پیشتر هم برق ازبکستان هم قطع شده است و این دفعه وقتی که برق تاجیکستان قطع شد، مردم کابل به برق ماندند. ببین، بغلان رو برق میدهد، قندوز رو برق میدهد، پروان رو برق میدهد و کابل که شهر خوب نیست اون رو برق میدهد از حسابی که از حساب مردمی که خودش بی برق هست. بله. این کجای انصاف است که وقتی من خودم ندارم به مردم خودم نمیدیم، به دیگر کس میفروشم و باز اونها اما رسانه‌های افغانی با تمسخر گفتند که اینها مقامات تاجیک به خاطری که یک سنت چند سنت زیادتر به ما قیمت‌تر میفروشن، برای همین اولویت ما رو میگذارند که اول به ما بدهند از اینکه به مردم خود بدهند. واقعا در اینجا دیگر نمیدونی با این مسئولین چی بگویی. فقط همین قدر میخواهم از اینجا بگویم، مردم عزیزی تاجیک، ملتی محترم تاجیک، آگاه باشید. ما دیگر برای حکومتداران نمیگوییم، چون اونها خودشان میدونن چی کار میکنن، ولی شما آگاه باشید که همون برقی که امروز شما از نبودش عذاب میکشید، همون برقی که به خاطر نبودش چندین نفر از دود انگشت هلاک گشتند، همون برقی که امروز شما در تاریکی ها به سر میبرید به خاطر نبودنش، در یک جای میفروشند که پولش هم برای شما نمیرسد. مطمئنم اگر این برقی که به افغانستان میرود به تاجیکستان داده شود 100% به همه برق میرسد. ولی چرا؟ اگر اون را میفروشند، حداقل پول اون برق اگر برای پیشرفت، برای آبادی این ملت صرف میکردن، حال شما امروز این نبود. ملت عزیز بدانید، آگاه باشید که حق شما را این حکومتداران میفروشند، حق شما را میگیرند و شما هیچی از این خبر ندارید یا اینکه خودتون رو به بیخبری میزنید. ولی تا کجا؟ تا کی؟ من نمیدونم. اگر به حکومتداران ما هر چی بگویی، گویا که میگن اینها ناآرام میخوان. بله، یا ناآرامی میخواهند یا تروریستن یا چیزی دیگر، یا اینکه با اصطلاح معروف به گوش خر از آن گفتن است. ولی دیگر چیکار کنیم؟ ما فقط مانده است که به مردم بفهمانیم، به مردم برسونیم که واقعیت در کجاست، مشکل در کجاست. شاید اگر مردم آگاه شوند
اینها از مردم شرم کنن و بروند به همون مردم حداقل پول این برق برام برای مردم مصرف کنن یا به مردم بگوین که پول این کجاست و چقدر این را میفروشن و یک گزارش برای مردم خودشون بتین حداقل. درست. این منطقه‌ای که منطقه‌های جنوب طرف قرغان تپه و کلخوز آباد و قم سنگر که برق از این طرف میگذرد، بعضی مردم شکایت کردن که ما در زمستون برق نداریم ولی این آواز میاد، اون برق وقتی میرود آواز میاد. درست است. بعضی مقامداران گفتن که بسیار خوب، شما فکر نکنید که این برق به افغانستان میرود، هیچ برقی نمیرود، فقط این رو فوشست رو این آواز رو گذاشتن تا اینکه آدم ها جرئت نکنند که بیان یگون کار بکنن این نور بکنند یا بقپند که تاک بزند. این آوازی که میشنوید این آواز به خاطر ترساندن مردم است که مردم نزدیک نشوند، تاک نزده نشوند، ولی این هیچگاه به معنی فروختن نیست. ولی میبینیم که یعنی واقعیت ها هزار واقعیت رو شما بجا کردید، یک روز نه یک روز آشکار میشد. این ملت روزی خواهد فهمید که شما این یکنی ملت سامانی کجا میرود، این تلکو چی فسادهای در داخل تلکو میرود، چی کارهای در این حق این ملت در 20 سال این ملت رو بی‌سواد نگاه کردید، در حالی که اگر هر حکومتی بیاد، حکومتی با مدیریت خوب و مردمی میتواند که در مدت 2 سال این مشکل را حل کند. و واقعا هم بعضی احزاب مخالفی واقعی بسیار با تضمین گفتن که ما وعده نمیدیم که فردا حل میکنیم ولی در 1 سال 2 سال این مشکل رو حل میکنیم. وقتی که مردم افغانستان که آب بیچاره مشکلی آب است در اونجا، برق صادرات ندارد برق تولید کند، اونها میتوانند از مردم از مسئولین خود طلب نمایند که چرا برق نداریم. ولی این مردمی که آبها از این سرزمینی که اجداد اونها در اینجا زندگی کردند و این آبها از پیش خانهشان می رود، ولی این از این آبها برق تولید می شود به خود اونها داده نمی شود، بلکه اون فروخته می شود، در تارکو صرف می شود، به منافع یک گروه و یک چیز صرف می شود. ببین به کی می فروشن برق رو؟ به کشور افغانستان که همیشه مردم رو می ترسونند که افغانستان این است، افغانستان جنگ زده است، اونجا هم تروریست است، نمیدونم فلان است. خب اگر اونها افغانستان اینقدر عقب مانده است، اگر اینقدر نمیدونم چیز، شما چرا برق ملت خود رو به اونها میفروشید؟ خب حداقل برق رو به اونها فروختید، پولش رو بیاید بگویید به مردم که کجا مصرف میکنید. مردم از پولم بیزار است، از میخواهد اون بیشتر میخواهد که برق داشته باشد. درست است. مثلا ببین وقتی که میگیم که این کودک درس ها خوب نیست، معارف، البته وقتی که من روستا میرفتم میدیدم که ساعتی بعدی نماز شام دیگر در اون یعنی روستاها و اینها دیگر یک مثل قبرستان است، دیگر آواز این نیست. اون کودک کی درس بخونه؟ معلم کی درس آماده کند برای درس گفتن؟ بله. از کجا در دنیایی که شما همیشه مردم رو میترسونند که افراطگرایی دیگر، اگر این تلویزیون و اینها کار رادیوها کار نکنند، از کجا؟ وقتی برق نیست مردم وقتی که سرها خالیمون مجبور است از دیگر جو پر کند اون معلومات. وقتی که ما اقتصاد میگیم هیچ آدمی تاجری با عقل، کمترین عقل داشته باشد، فراست داشته باشد، نمیاد در یک کشوری سرمایه‌گذاری کنه 6 ماه دیگر یا 7 ماه دیگر برق ندارد، کارخانه‌اش به برق میماند، کار نمیکنه. بله. درست است، طبیعی است. دوستان گرامی، برادران عزیز، خواهران گرامی و تماشاگران ارجمند، این بود برنامه بازشکر. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و مددگار شما باشد. خب سلام.